سلام. امروز قراره که یک سری هوش مصنوعی برای تولید کپشن و گذاشتنش روی ویدیو آشنا بشیم. به طور خلاصه باید این مورد رو در نظر داشته باشیم که تقریبا همه هوش مصنوعی که داخل کار تولید ویدیو یا ادیت ویدیو هستن، از کپکات و کنوا گرفته تا هوش مصنوعی های سایت های هوش مصنوعی مثل کپشنز و هیجن و وید، همگی تولید زیرنویس هم انجام میدن برای ویدیوها. من به طور خاص امروز میخوام که یک سری با هوش مصنوعی های ایرانی که برای تولید که با زبون فارسی اوکی هستن و خیلی خوب میتونن کپشن فارسی بزنن راجبشون صحبت بکنم و همینطور از برنامه سابتایتل ادیت و یک سری LLM استفاده کنم. خب شروع کنیم. خب از کپسی شروع میکنم. کپسی یه سایت ایرانیه که داره روی تولید هم ویدیو میشه باش تولید کرد و هم زیرنویس فارسی های خیلی خوبی رو ایجاد میکنه و امکان ادیتش رو میده و فهم خیلی خوبی نسبت به زبان فارسی داره. مشکلی که با سایتی مثل کپشنز هست اینه که هر چقدر خوب از زبان انگلیسی پشتیبانی میکنه، برای تشخیص زبان فارسی مشکل داره و ممکن اصلا متوجه نشه، ممکنه چند کلمه رو فقط حدس بزنه و برای همین فکر میکنم کپسی انتخاب بهتری باشه. میشه خیلی راحت اشتراکش رو گرفت، 5 دقیقه رایگان بهمون میده. اشتراک ماهانه 99 تومانی داره، 45 دقیقه ویدیو داره 166 تومن و اشتراک طلایی که به صورت نامحدود میشه هر چقدر که خواستیم ویدیو آپلود بکنیم و ازش زیرنویس بگیریم. یکی از مشکلاتی که میتونن این هوش مصنوعی تولید کپشن داشته باشن اینه که تشخیص هر چقدر که ضعیفتر عمل بکنن، شما نیاز به ادیت بیشتری دارید توی کپشنی که دارید تولید میکنید و زمان بیشتری میگیره. برای همین خب چه بهتر که از هوش مصنوعی استفاده بشه که برای تشخیص زبان فارسی خیلی بهتر عمل بکنه. سایت کپشینو هم باز فارسیه، یعنی مدل زبانی ایرانیه و میشه که ازش استفاده کرد. فقط نسخه موبایل داره، از سایتش میشه استفاده کرد. روی موبایل خیلی راحت نصب میشه و میشه همونجا ادیت کرد زیرنویس رو و هر کاری که بخوایم باشه انجام بدیم در مورد زیرنویس. یکی از بهترین کارهایی که میشه برای داشتن زیرنویس فارسی انجام داد، استفاده از LLM خود اوپن AI در مورد برای ساخت اسکریپت و کپشن که اسم مدل زبانیش ویسپر هست و توی تشخیص زبان فارسی بسیار عالی عمل میکنه و فقط کافیه که این LLM رو دانلود بکنیم. حدود 1.5-2 گیگ حجمشه و بعد خیلی راحت میشه با داخل برنامه سابتایتل ادیت ازش استفاده کرد. همینطور مدل زبانی وسک هم با حجم خیلی کمتر، با 72 مگ حجم، خیلی عالی میتونه زبان فارسی رو تشخیص بده و بیاره زیرنویس رو. من یه مورد رو که بخوام برای نمونه بیارم بهتون نشون بدم. بعد از اینکه اضافه بکنیم به اینجا، میشه خیلی راحت رفت و
از هر کدوم از این دوتا مدل زبانی استفاده بکنیم و جنریت زده بشه و خب همونطوری که میبینیم خیلی خوب زیرنویس کرده. این ویدئویی که من باز کرده بودم داخل برنامه رو خیلی راحت میشه رفت و قسمت مختلفش رو اگر که اشتباه داشته باشه ادیت کرد و با یه نگاه کلی میشه به صورت رایگان، کاملا رایگان ویدئو رو به صورت با زیرنویس داشت. میشه سرعتش، اینکه چجوری توی چه فاصله کلمات بیان، با هم بیان، جدا جدا بیان، میشه همه این گزینه ها رو هم داخلش فعال کرد و همین.